جوانی برای شغل مزرعه داری درخواست کار داد. وقتی کشاورز از او پرسید که چه مهارت‌هایی داره، جوان گفت من میتونم در زمان طوفان راحت بخوابم. این پاسخ کشاورز رو متعجب کرد، اما چون از جوان خوشش اومده بود اون رو استخدام کرد. چند هفته بعد یک شب کشاورز و همسرش با صدای طوفان شدید از خواب پریدن. کشاورز از جا بلند شد و کارگر جدیدش رو صدا زد، اما جوان با آرامش کامل در استبل خوابیده بود. کشاورز و همسرش سریعا شروع به بررسی وضعیت کردند تا مطمئن بشن که همه چیز امن و مرتبه. اونها دیدن که کرکره پنجره‌های خانه محکم بسته شده و مقدار زیادی هیزم کنار شومینه آماده است. سپس به سراغ مزرعه رفتن. دیدن که ابزارهای کشاورزی در انبار گذاشته شده و از باران در امانند. بسته‌های گندم با دقت پوشانده شدند. تراکتور به گاراژ منتقل شده و حتی حیوانات نیز آرام بودند و به اندازه کافی غذا داشتند. همه چیز مرتب و ایمن بود. در این لحظه کشاورز معنای حرف جوان رو درک کرد. من میتونم در زمان طوفان راحت بخوابم. آرامش در طوفان حاصل تلاش و آماده سازی در روزهای آرامه. با دقت و سخت کوشی در روزهای آرام میتونیم در دشوارترین شرایط با خیال راحت استراحت کنیم. برای دیدن داستان‌های جالب و آموزنده حکایت رو دنبال کن.